با تیم سپاهان شروع میکنیم ویدیو امروزمون رو. اونها فردا در ورزشگاه نقش جهان ساعت 5 باید با تیم آخال ترکمنستان دیدار کنن که امیدواریم نماینده خوب کشورمون در اون بازی پیروز بشه و خب با پیروزی این بازی سپاهان هم امتیاز میشه با همین تیم آخال و امیدواریم اولین برد آسیایی تیم سپاهان هم رقم بخوره و تیم محرم نویدکیا که بازی استقلال خوزستانشون هم بردن و حال و هوای خوب و انرژی بالایی دارن این بازی هم ببرند و تا نمایندگان آسیایی ما بتونن پیروزی رو کسب کنن در این رقابت ها و خب چیزیه که دور از انتظار نیست و انتظار میره که فردا سپاهان این پیروزی رو کسب کنه. محرم نویدکیا تو کنفرانس خبری گفته بود که حالمون خوبه الان و خب امیدواریم که بتونیم این بازی رو ببریم و خودمون رو 3 امتیازی کنیم و خب ایشالله که این اتفاق بیفته فردا و سپاهان پیروز میدان بشه. سپاهان محرومی نداره برای این بازی و ایشالله که پیروز میدان هم خواهد شد. داوران این بازی هم بهتون اعلام کنم که داور وسط این مسابقه ابراهیم حسنه، کمک اول محمد جعفر و کمک دوم عبدالله سالو، داور چهارم هم یودی نورچاهیا هستش. تماشاگرای سپاهان فردا شاهد یه بازی خیلی خوب از تیم سپاهان خواهیم بود و پیروزی که برای سپاهان رقم بخوره و حال هوای فوتبال کشورمون روزها خوب نیست و نیاز داریم به این بردها مخصوصا تو رقابت‌های آسیایی. جا داره اینجا یه آرزوی سلامتی برای صابر کاظمی داشته باشیم. صابری که استوری سردارم میبینید براش التماس دعا کرده بود. امیدواریم زودتر، میگن داره میاد تهران تا کاراش تو تهران انجام بشه، امیدواریم زودتر هوشیاریشو به دست بیاره صابر کاظمی. و لباسای دو تیم هم امروز رونمایی شد. فردا این دوتا تیم با این لباسها به مسافه همدیگه خواهند برسیم به پرسپولیسی که این روزها حال و هوای خوبی نداره. این روزها پر از مشکلن تیم پرسپولیس و امیدواریم که این تیم خوب تهرانی هم به روزهای اوجش برگرده و خب مصطفی لشکری هم سخنگوی باشگاه استعفای خودش رو اعلام کرد و این استعفا مورد موافقت قرار گرفت و بریم دیشب هم صحبت‌های آقای درویش رو ببینیم. آقای درویش سلام اینجا باشن حتما جلسه ان شاء الله یه فرصتی بنده شد خدمت همه دوستان باشیم که ناراحت نشن که چند تا مفصلا خدمتتون هستم. مدیرای پرسپولیس با برانکو هم صحبتایی داشتن که برانکو پاسخ منفی بهشون داده و گفته که فقط قصد داره تیم ملی رو یا بازنشستگی یا تیم ملی رو انتخاب میکنم و تیم باشگاهی رو نمیخوام هدایت کنم و خب یه پیامی هم فرستاده بود. My friend, good evening. Nice to hear you. As you know, today I spoke with Mr. Arya Inani, maybe president for the next period, and explained to him it's very hard situation with me and I prefer to work in the national team and also I have to make final decision about my position or about my future, if I continue as a coach or not. My dear, I'm Croatia, in my city, traveling some countries like to watch the game Croatian national team and look at this, I cannot move to Persopol between us because I prefer to work in the national team. If I'm working all, stop with the coaching job. دیشب هم جلسه‌ای برگزار شد و به وحید هاشمیان 2 بازی التیماتوم داده شد، یعنی 6 امتیاز بعد از 2 بازی که با تیم تراکتور و زوباهن داره کسب کنه تا بتونه در نیمکت پرسپولیس حضورش ادامه دار باشه و باید ببینیم آینده این باشگاه چه اتفاقاتی توش رقم خواهد خورد و تکلیف پرسپولیس و مدیرعامل و سرمربی و بقیه اعضاشون چجوری دنبال خواهد شد. استقلال هم چهارشنبه باید به مسافه الوحدات اردن بره، تیمی که امروز اومدن به تهران رسیدن و استقبال هم کردن سران باشگاه استقلال از این تیم و امیدواریم که چهارشنبه با پیروزی نماینده کشورمون این بازی به اتمام برسه. ساپینتو قطعاً با برد این بازی
خیلی میتونه هم خودش رو ثابت کنه به هواداران و مدیریت، هم استقلال رو ببره به اون روند پیروزی‌هایی که قبلا با این تیم به دست می آورد و باید دید چه اتفاقاتی در باشگاه استقلال رقم خواهد خورد. روزبه چشمی هم مشکلی نداره، به تمرینات گروهی اضافه شد. روزبه که مصدوم بود و الان میتونه استقلال رو همراهی کنه در این بازی و امیدواریم که بازی هم کنه و عملکرد خوبی هم نشون بده. اندونگ هم بگم که یه مشکلاتی خورده بود، نتونسته بود بیاد ایران. یه استوری هم کرد که از هوادار استقلال و مدیریت و ساپینتو عذرخواهی کرده بود و گفته بود که هر چه زودتر برمیگرده و واقعا متاسفم، امیدوارم منو ببخشن. و اینم از آقای اندونگ که فکر کنم برسه تا چند ساعت دیگه به تهران و باید دید حالا با این اوصاف چه عمل کردی و استقلال ساپینتو نشون خواهد داد. و بریم به سراغ ماشاریپوف که ماشاریپوف هم بعد از مصونیتی که داشته این روزها داره خودشو آماده میکنه و خب یه پیامی هم به هوادار استقلال داده که گفته سلام به هوادار استقلال، الحمدلله تمرینات دویدن رو شروع کردم و به زودی به بازی‌ها برمیگردم. و ماشایی که این روزها خیلی احتیاج داره استقلال به این بازیکن که بتونه وسط زمین با اون هنرنمایی‌هاش، کاراش، پاساش بتونه استقلال رو وسطش رو پر زرق و برق‌تر کنه. و خب کوبل داوری بازی هم بگم که داور وسط قاسم مطر از عمان، کمک اول ناسم سلیم عبدالله از عمان، کمک دوم حامد طالب سیف، کمک چهارم سعید حمید المجرفی. ناظر داور هم نجاح رحام ارشد از عراق هستش که باید ببینیم عملکرد داوران هم چگونه خواهد بود و امیدواریم که استقلال هم پیروز میدان بشه. بیریم سراغ تراکتور. یه پیشبازی اول میگم، بعد آتشبازی تیم آقای اسکوچیچ رو دنبال خواهیم کرد. تراکتوری که اومده بود امشب بازی رو ببره، اولین پیروزیش رو در آسیا کسب کنه تا قدرتش رو به بقیه نشون بده و واقعا امشب اون تراکتوری که باید ببینیم رو دیدیم. تراکتوری که ترسناکه، تراکتوری که حمله میکنه، تراکتوری که گل میزنه و فوق‌العاده بودن امشب و با 5 گل تیم اشارجه رو شکست دادن. و اینه واقعا فوتبال ایران، اینه ما اینو میخوایم از نمایندگان کشورمون که آبرومون رو در آسیا حفظ کنن و بتونن مقتدرانه بازی کنن. و خب واقعا همیشه همین بوده، یعنی تا بوده ما این تیم‌ها رو بردیم و الان واقعا سنگینه که بخوایم به این تیم‌ها امتیاز بدیم و خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر که تونستیم پیروز میدان بشیم مقتدرانه با 5 گل تا تراکتور اولین 3 امتیازش رو بگیره. داور بازی هم کیم جونگ هیوک بود از کره جنوبی که 19 بار مسابقه‌های تیم‌های ایرانی رو قضاوت کرده و خب خوشیوم هم نبود ولی امشب فوق‌العاده خوشیوم بود. بیریم سراغ بازی. از سمت چپ یه حرکتی که تراکتوریا ترریزی کردن، امیرحسین حسین‌زاده با بیرون پا یک ارسال خیلی خوب رو انجام داد. صابون هاشم نژاد با سر تا لوشکیا گل اول رو برای تراکتور بزنه، یک ضربه خیلی خوب زد تا گل اول برای تراکتور رقم بخوره. این باعث شد که شارجه‌ای‌ها خیلی شیرازه‌شون اصلا بپاشه و در دقیقه 11 لوشکیا موفق شد دبل کنه روی پاسی که دانیال داد روی هنرنمایی امیرحسین حسین‌زاده. لوشکیا گل دوم رو زد تا تراکتور 2-0 تا دقیقه 11 جلو بیفته از تیم اشارجه. اما این پایان کار نبود. توی حرکتی که از سمت راست تراکتوری‌ها ترریزی کردن، هاشم نژاد با یک دوئل خیلی خوب با امیرحسین حسین‌زاده که امروز فوق‌العاده بود تونست گل سوم رو برای تراکتور بزنه و واقعا این مهدی هاشم نژاد فوق‌العاده است و خیلی به درد تیم ملی هم خواهد خورد به نظر من. و در ادامه دقایق پایانی تراکتور موفق شد گل چهارم هم بزنه روی پاسی که دانیال داد. لوشکیا یک کاتبک انجام داد که توپ رو خیلی خوب اومد و قاپید و با پای چپ درون دروازه گذاشت تا تراکتور 4-0 جلو بیفته و در دقیقه 85 گل پنجم رو هم زائر کاظمی موفق شد برای تراکتور بزنه
تا این نتیجه یه نتیجه پرگل برای تراکتور رقم بخوره تا نماینده کشورمون مقتدرانه شکست بده تیم اشارجه رو و امیدواریم که نمایندگان ما فردا و پس فردا بتونن بازیاشون رو ببرن تا این هفته نام ایران در آسیا طنین انداز بشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. قطعاً کیفیت ویدیوها بالاتر خواهد رفت. امیدوارم که حمایت کنید، یعنی حمایت کنید کانال رو، سابسکرایب کنید تا بتونیم ویدیوها، اخبار و حواشی فوتبال کشور رو کامل پوشش بدیم و قطعاً همین کار رو میکنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.